با نسیم تصمیم گرفتیم یه جای باحال پیکاپش کردم و راه افتادیم. خیلی جدی رانندگی میکردم و یه آهنگای خیلی قشنگم گوش میدیم توی راه. از بریم آدم جوگیر میشه. یه جایی هم وسط راه نگه داشتم و پیاده شدیم، یه ذره قدم زدیم به یه لیک و یه سری غواص رو دیدیم که داشتن ترینینگ میدن. رسیدیم به مقصد رو نگه داشتیم و پیاده شدم تا موهای نسیم رو ببافم. تجربه عجیب و جالبی بود. فکر میکردم موفق نمیشم، اما در آخر جواب خوبی گرفتم. بعدم بلیط رو گرفتیم و خب بقیه‌اش رو دیگه خودتون ببینید. دارم میمیرم. بعد از اینم که کلی سکته زدم و از روی اون تناب رفتم، ویو خیلی خوشگلی اون بالا داشتیم. در آخر که نسیم دیگه دستاش خیلی میلرزید. بعدم زدیم به جاده و دیگه برگشتیم به سمت خونه. اینجوری روزمون رو تموم کردیم.